در ناحیه ما با مقصد رشد اقتصادیات از حساب آزادکاری زمین‌های در ساحه کشاورزی استفاده نشونده با صاحبکاری جلب ساختن اهالی بهره منبع درآمد پیدا کردن به شهروندان بیکار عمل‌های بسیار بزرگ به انجام رسانیده شدند. این گونه عمل‌های نیکی در خود چنین مقصدهای نجیب را نهان می‌دارند امروز نیز ادامه منطقی خود را یافته ایستاده‌اند. چون می‌دانید امروزها با تشبث حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف در مسیر جوفپایه واقع در جماعت شهروندان محله قلعچه 400 گکتار زمین نو از خود کرده می‌شود. در این زمین‌ها تشکیل پلانتاسیون انارپروری به نقشه گرفته شده است. امروز به این سرزمین‌هایی که 100 سالها تشنه یک قطره آب بودند آب حیات آماده وارد شدن است. روزهای نزدیک این میدان‌ها با واسطه استانسی نساز جوفپایه که در محله صاحبکار برپا می‌گردد آبیاری کرده خواهند شد. حالا در این انشاءات کارهای آخرین پیوند و وصل‌کنی دوام دارد. کارهای نساز با آخر رسانس‌های عمومی درازی پیوند کردگی تورباهامو 4900 متر در بالا دوتا حوزی نپرنی بسینامو های همجا آب میرد. اوای بعد میبرم حوزم های همجا رفته همو میبرم وای برای اناربو کردن هم تمچره سوغرش کتی اما او رسانده میتیان. ارزش عمومی استانسیون نساز جوفپایه 18 میلیارد و 100 میلیون سوم بوده. درازی عمومی قبرهای آبکشی قریب 7 کیلومتر را تشکیل میدهد. اقتدار اگریگاتی 4 عدد نساسی گذاشته شده در یک ثانیه 50 لیتر در یک ساعت باشد 180 متر مکعب را تشکیل میدهد. در استانسیه 2 عدد ترانسفورماتور اقتدارش 630 کیلوواتتی گذاشته شد که میتواند جوفپایه را منتظم با آب تامین کند. Yaqin kunlarda bitiramiz. Xolos oz qoldi mana. Ta'mirlash ishlarini bajaryapmiz. Mana Rossiyadan nasoslarda olib keldik. Inshaalloh 2 kunda yo'lga solamiz, suvlarni chiqaramiz. Bino ba ma'lumoti mutasaddiyon jamiyati mas'uliyatish mahdudi Xumo Dom Invest haftay oyanda agregatha dar in nerugohi obkashi az sanjish guzaroniده mishawand. Ma bavari dorim ki dar oyanda tawassuti mas'uli Jafpaya sukh ra jahaniyan khahand shinakht.